اگر از داستانهای ترسناک خوشت میاد، حتما سابسکرایب کن و ما رو دنبال کن. چون این فقط شروعشه. باد سردی از لابلای درختهای خشک عبور میکرد و صدایی شبیه نجواهای خفه در شب پخش میکرد. روستای سرخ چشم سالها بود که متروکه شده بود، اما هنوز کسی جرات نمیکرد بعد از غروب آفتاب از نزدیکیش عبور کنه. میگفتند خانه‌ای در انتهای روستا هست که هر شب چراغش روشن میشود، بدون اینکه کسی در آن زندگی کند. امیر هیچ وقت به این حرفها اعتقاد نداشت. او دانشجوی معماری بود و برای پروژه‌اش دنبال مکانهای قدیمی و متروکه میگشت. وقتی اسم سرخ چشمه را شنید، فقط یک چیز در ذهنش بود، یک لوکیشن خاص و متفاوت. دوستش سعید با نگرانی گفت: امیر، مردم اونجا الکی حرف نمیزنن. یه چیزایی دیدن. امیر خندید. همیشه همینو میگن. یه خونه قدیمیه، تموم شد رفت. اما آن شب، امیر تنها به سمت روستا حرکت کرد. ماه نیمه کامل بود و نور کمرنگش به سختی زمین را روشن میکرد. وقتی وارد روستا شد، سکوت عجیبی فضا را گرفته بود. نه صدای حیوانی، نه وزش عادی باد. فقط سکوت. خانه‌ها یکی یکی ویران شده بودند. پنجره‌های شکسته مثل چشم‌های خالی به او نگاه می‌کردند. و بعد آن را دید. خانه‌ای در انتهای مسیر، سالمتر از بقیه. و مهمتر از همه چراغی در طبقه بالا روشن بود. امیر ایستاد. خب. یکی اینجاست. اما چیزی در دلش گفت: نه، این طبیعی نیست. با این حال جلو رفت. در چوبی خانه نیمه باز بود. صدای جیرجیر آرامی داد وقتی آن را حل داد. داخل خانه بوی نم و چیزی شبیه به خاک کهنه می آمد. سلام. کسی هست؟ هیچ جوابی نیامد. اما صدای قدم‌های آرام از طبقه بالا شنیده شد. امیر خشکش زد. شاید یکی دیگه مثل من اومده. با تردید از پله‌ها بالا رفت. هر پله زیر پایش صدا میداد. قلبش تندتر میزد. وقتی به طبقه بالا رسید، نور از زیر یک درچوبی به بیرون میتابید. دستش را روی دستگیره گذاشت و در را باز کرد. اتاق خالی بود. کاملا خالی. هیچ وسیله‌ای نبود. فقط یک چراغ قدیمی در وسط سقف روشن بود. امیر اخم کرد. پس اون صدا چی بود؟ در همین لحظه چراغ شروع به لرزیدن کرد. نور کم و زیاد شد. و ناگهان خاموش شد. تاریکی مطلق. امیر نفسش بند آمد. چند ثانیه هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد صدایی درست پشت سرش: دنبال من میگشتی. امیر با وحشت برگشت. اما چیزی ندید. فقط تاریکی. اما نفس گرم کسی را پشت گردنش حس کرد. او به سرعت از اتاق بیرون دوید. پله‌ها را پایین آمد، تقریباً افتاد، اما خودش را نگه داشت. به سمت در دوید. اما در بسته بود. محکم. در حالی که خودش آن را باز گذاشته بود. نه. 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 دستگیره را چرخاند. تکان نخورد. پشت سرش صدای قدم‌ها آمد. آرام. سنگین تپ. تپ. تق. امیر آهسته برگشت. در تاریکی، چیزی در انتهای راهرو ایستاده بود. قد بلند. غیر طبیعی و صورتش قابل تشخیص نبود. فقط 2 نقطه قرمز. مثل چشم. صدا دوباره آمد. این بار واضح تر. چرا اومدی؟ امیر با صدای لرزان گفت: من فقط هیچ کس اینجا نمیاد. مگر اینکه صداش کنم. امیر یخ زد. صدا. ناگهان یادش آمد. چند شب قبل. وقتی داشت درباره این روستا تحقیق میکرد. صدایی در خواب شنیده بود. همون صدا. همون لحن. بیا. موجود شروع به نزدیک شدن کرد. قدمهایش غیر طبیعی بود. انگار پاهایش کامل روی زمین قرار نمی گرفت. نور کم کم برگشت. اما نه از چراغ. از همان چشمهای قرمز. امیر عقب رفت. اما به دیوار خورد. راهی نبود. موجود حالا چند قدمیش بود. و آرام گفت: حالا که اومدی. نمیتونی بری. امیر فریاد زد و چشمهایش را بست. وقتی چشمهایش را باز کرد، همه چیز ساکت بود.
نور صبح از پنجره میتابید. او وسط اتاق خوابیده بود. تنها. خانه خالی بود. در باز بود. هیچ اثری از آن موجود نبود. امیر نفس زد. همه‌اش خواب بود. فقط یه خواب. با عجله از خانه بیرون رفت و بدون اینکه پشت سرش را نگاه کند، از روستا خارج شد. چند روز بعد، سعید در خانه امیر را زد. اما کسی جواب نداد. در نیمه باز بود. داخل رفت. همه چیز عادی بود. به جز یک چیز. کامپیوتر امیر روشن بود. روی صفحه، عکسی از همون خانه در سرخ چشمه دیده میشد. و زیرش نوشته شده بود: او حالا اینجاست. سعید اخم کرد. امیر. صدایی از پشت سرش آمد: دنبال من میگشتی؟ سعید آهسته برگشت و 2 چشم قرمز در تاریکی دید. از آن روز به بعد میگویند در خانه‌ای در انتهای روستای سرخ چشمه هر شب چراغی روشن می شود. و اگر خوب گوش بدهی کسی آرام در گوشت زمزمه می کند: بیا. و اگر به روی دیگر برنمیگردی. اگر این داستان خوشت اومد لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کن.